میگه نارسیده به چهارراهی قنبر شهر کابل. چهار قنبر یک دور هست. ما آمدیم این سرک همه تا قدم زده با پیش میریم. شفاخانه، مکاتب و همه چیز بسیار مجهز عالیه. پس شفاخانه میتونیم شفاخانه آریانا را یا هم شفاخانه امیری را نام ببریم. سرمیاشت کابل هم دوستان عزیز سیامون جنایت هلال احمر در این بخش فعالیت داره. راه های تازه رو ببینید دوستان، همه چیز است، همه سلام و درود خدمت تمام شما دوستان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگی کنم با خوبی، خوشی و آرامی سفر شما. دوستان نهایت گرامی، ما در جاده ابشار شهر کابل هستیم. میگه نارسیده به چهارراهی قنبر شهر کابل. چهار قنبر یک دور هست. ما آمدیم این سرک همه تا قدم زده با پیش میریم. بازار ابشار دوستان عزیز از اینجا شروع میشه دیگه تا پیش کلا بازار است. بسیار یک بازار که خوب و متنوع از هر لحاظ. جاده دوستان عزیز دیگه است بسیار دور شروع میشه، بسیار یک جاده طولانی هست. همون تا اگر مسیر حساب کنیم مثلانش این جاده آخرش پغمان است. از پغمان میای قرغه، از قرغه چهارراه قنبر، افشار طرف کارتی مامورین، باغ بالا، برکی، بعد از او باز چهارراهی ترافیک دیگه. اون طرفتر تایمنی سابقه، سلیم کاروان، پیشترش چهارراهی شهید و دو پیشترش هم میرسه به خوجه بغرا که بازوج دیگه ختم میشه. یعنی این جاده کم تا مستقیم بریم یک جاده بسیار طولانی شهر کابل است. کی سر شهر کابل دیگه و اون سر شهر کابل وصل میسازه. این طرف دوستان از رستوران ها، شفاخانه، مکاتب و همه چیز بسیار مجهز عالیه. پس شفاخانه میتونیم شفاخانه آریانا را یا هم شفاخانه امیری را نام ببریم. سرمیاشت کابل هم دوستان عزیز سیامون جنایت هلال احمر در این بخش فعالیت داره. آهنتون مورا، پلیتکنیک دیگه و تعلیم تربیت در میجه هست. مکاتب بسیار خوب هم هست. خلاصه دیگه همه چیز از دوستان عزیز، همه با خدا شفاعت روزهای دریوری دوستان عزیز.
بسیار یک منطقه بزرگم از دوستان ها گفتن امانه نفوذ زیادم داره. این کورس دریوری و تکنیکی روحانی. بازار افشار پهلوی پل هوایی. این هم موترشان است که کرولای اس کلاس که تمرین میکن شاگرد داره. راه های تازه رو ببینید دوستان، همه چیز است، همه جمعیت هلال احمر دوستان عزیز یا هم سرمیاشت در اینی کوچه است. فکر کنم این طرف آمدیم، یعنی این کوچه است یا اون کوچه؟ نه دو کوچه است، در کوچه است. پاهنتون مورا هم دمو کوچه است و شفاخانه امیری و شفاخانه آریانا باز در کوچه بعدیش. از جمله بخش‌های مهم شهر کابل هم دوستان عزیز از بخش نگفتن امانت. زینی کوچه شفاخانه امیری که خاصتا به قلب است. شفاخانه است که متخصص قلب در زیادتر هستند و همچنان شفاخانه آریانا در همین بخش است. اینجا دوستان عزیز کار و طولنیز 4 وزارت اینستیتوت ریاست هم همینجا است. ریاست اینستیتوت کار خب دوستان عزیز، امیدوارم که از ویدیو خوشتون آمده باشد، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال هم چون سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه‌تان را به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوش داشته باشین و بر پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان.